سلام دوستان، امیدوارم که حال همه شما خوب باشد. خب خوش آمدید به کانال ما. در این درس خواستیم یک درباره زبان انگلیسی صحبت کنیم. بعضی از دوستان شکایت کردن که زبان انگلیسی کم است. خب ما تقریبا ساعت 1 شده است. در خیلی یک تصمیم گرفتیم یک ویدیو زود برای شما، یک ویدیویی پرکاربرد و ویدیویی که درباره پست سیمپل صحبت میکنه، یعنی زمان گذشته عادی ساده و در مکانچن‌های مثلا پسوندهایی که شاید اکثر شما ندارین، همونها رو در این درس با هم ببینید که 4 قاعده ای که حتما باید بدونید که شاید اکثر شما در این خطاگی کنید. خب بیاید صحبت نکنیم. The past simple میگیم، یعنی زمان گذشته عادی. The past simple. خب دوستان بیاید من با زبان انگلیسی قاعده می نویسم و زبان بهتون که میگویمش برای که شاید یکون جمله نام آموزید یا اینکه خوبتر میفهمید. مثلا میگه the past simple استفاده می شود is used to talk برای صحبت کردنی to talk about درباره completed میگه completed actions. خب میگه که the past simple is used to talk about completed actions. خب یعنی میگه زمانی گذشته ساده استفاده می شود برای صحبت کردن درباره completed پوره میگه actions، یک عملی پوره که میگه که happened at a fixed time in the past. اوکی؟ میگه یک میگه مثلا عملی که میگه کنکرن رخ داده است در یک وقت معین در زمانی گذشته، اگر این خیلی بگیمش. یعنی خب بعد یک 4 قاعده دارد که مثلا اکنشن یا یکم پسفندهای زمانی گذشته تغییر می‌یابد. مثال بیا یا فور چی می‌نویسیم؟ قاعده دیگه the past simple میگه the past simple of all regular verbs and خب ایدی میگم یعنی ایدی بعد اساسش میگه که the past simple of all regular verbs and ایدی، یعنی میگه زمان گذشته عادی فعل های درست میگه تقریبا همش ایدی میگیرن میگه. اما there are some rules بگیمش، یک rules هم بگیم میشه و یعنی میگه که در اینجا باز یک چند قاعده دیگر هست یا اینکه there are some spelling changes بگیم changes تو هم بگیم میشه تو، یعنی باز هم خیلی قاعده‌اش هم هستن. خب اینجاش فهمیدید the past simple of all regular verbs. شما شاید دوستان بیاید قاعده دیگه یا چیزی دیگه هم بنویسید، شاید ندونین اینا رو بنویسید در کارتون میشه. یعنی دوستان regular فهمیدین regular verbs بنویسیم verbs و irregular verbs. خب verb هم بنویسیم verb. خب بخیش هم بنویسیم pronoun یا قاعده‌اش بنویسین یا بنویسین برای که در گراماتیک براتون کمکتون میکنه. خب دوستان این شب دیگر من بسیار ویدیو نکردم، گفتم یک چیز دیگه بنویسیم با هم بآموزیم. خوب است. خب ورب ما دوستان فعل میشود، فهم فعل و ناونش اسم، پروناون جانشین ها میشود پروناون جانشین ها. خب پروناونز دیش میکنیم جانشین ها میشود. خواهد به شبه نمونه داخل regular verbs
regular verbs دوستان فعل های درست می شود، فعل های درست و irregular verbs فعل های نادرست. خب گفتم در جانشین ها را اشتباه کنیم، به خاطر جانشین ها گفتیم شکل تنها نیست. خب گفتیم دوستان the past simple of all regular verbs. regular verbs چیه دوستان؟ خیلی درتر بفهمونیم یا دوستان که regular verbs irregular verbs در زمان گذشته استفاده میکنن که مثلا وقتی که در اینجا گفته که مثلا the past simple of all regular verbs ends ed میگیره یعنی میگه فعل های درستی ما ed میگیره، بعد فعل های درستی که داره که قاعده را ویران میکنه و یا بگیم دیگر خیل چیزا میگیره، یعنی تغییرش دیگر خیل میشود. خب verbs verb noun pronouns regular verbs irregular verbs. خب بیاید قاعده هاش هم ببینیم. بیایم مثلا there are 4 rules for us خیلی خوب نویسیم فرمان برای ما. خب یکم قاعده ای که داره دوستان، یکم قاعده میگیم for many regular verbs. خب ed فهمیدین دوستان؟ ed is added یعنی is added به معنیش است، یعنی add ضبط کردن می شود یا اینکه وارد کردن به منظوری که در اکنچن یک پسوندی ed میگیرد. بگیم is added to the verb، بگیم to the verb. برای مثال I played. اگر زمان گذشتهش بگیم I played. خب دوستان من در اینجا مقصد من در همین اکنچنی هست که شما بومزید، یعنی شاید درسای پس سیمپل بسیار باشد، شاید که همین اکنچنی ها شما ندانید، یعنی همون پسفنداشه من تصمیم گرفتم برای شما درس دهم. خب در اینجا بیاید for example بنویسیم. برای مثال میگیم for example I played یا که مثال چی بگیم I wash من میشویم، من شوشتم I washed. خب گفتن که دوستان یا regular verb یعنی قاعده را ویران نمیکنه، ایدی فقط میگه چی میشود داخلش میشود. خب یا اینکه اگه مثال دیگه I love یا اینکه بیا I love اگر زمانی گذشته I loved. خب بیا دیم قاعده رو میبینیم. خب دیم قاعده میگیم if خب the last آخران میگیم the last later حرفی همون یعنی حرفی فعلی مورد نظر داریم. if the last later is ای میگیم ای. خب تنها فهمیدین تنها دی چی میشود اضافه میشود در فعل ما added. if the last letter is e just d is added. برای مثال I arrived پس میگه که I arrived. خب ما در گفتن در اینجا ایدی میشود در فعل ما وقتی زمانی گذشته شد، اما اگر فعل ما با ای تمام شد تنها چی د وارد میشود، یعنی د اضافه کرده میشود. تمام. این یک قاعده دیگر و سیم قاعدهش. خب سیم قاعده میگیم که if the last letters یا letters یعنی شکل جمعش میگیم is a consonant بله consonant درست نوشتم با فکر کنم خیلی consonant بله هم خیلی consonant and y. خب
if the last letter is a consonant and why. میگیم که کانسوننت هم وقتی شما بیا جواب در باید که در دوستان بفهمید که کانسوننت چیه. امیاره بسیار شما شاید ندونید کانسوننت. خب همصدا میشه دوستان، همصدا و ووول داریم، ووول صداناک. چون که خود از صداناک ا آ او داریم که در زبان انگلیسی هم ای آی او ای هم میوه مثلا. خب و کانسوننت مثلا بیایم که کانسوننت در زبان انگلیسی اگر بگیم برای مثال ما میگیم بی، مثال بی مثال بی سی، مثال دی پی ری آر تی و غیرش یا کانسوننت نشد. و ووالش مثلا ای ای آی، مثال او، مثال او یو. خب ایناش چه وولیمون میشن. خب گفتیم if the last letters is گفتیم کجا r باید بگیریم، یعنی letters که شکل جمع شد باید r بگیرم. is برای شکل تنها است یعنی یک تا. if the last letters are consonant and y برای چی شکل جمع شد؟ برای که میگیم consonant و y باشد. خب then بیایم then اگر هم باشد میگیم then. خب ایگریگوانا دیگه ماتماتیکی گفتم وای رو دلیل میکنیم یعنی پاک میکنیم remote then y درست بنویسیم قاعدوی y is remote and id is added. فهمون دوستان؟ یعنی برای مثال for example خب I چی بگیم مثلا cry اگر زمانی گذشته شد I cried یعنی که I tried داریم I tried. خب دوستان قاعده را گوش کنید. مثلا if the last letters are consonant and y میگن. consonant هم ما گفتیم که r یا اینکه p s مثلا همین چیزایی که غیری ووول باشد که در جمع یکم یکم مثالش آوردم. غیری انمی ا ای آی او و ایش مثلا دیگراش چی است؟ کانسوننت هست. یعنی کانسوننت باشه میگه ای آی ای دی میگیرد، میگه ای دی خالی نمیگیرد. میگه که وای پاک کرده میشود در بجایش آی ای دی چی میشود؟ اضافه میشود. یعنی که مثلا I worry برای مثال I worried. خب این یک سه مثال بود و بیاید چهارم قاعده رو میبینیم. انش خیلی مهمه باید بدونید دوستان که شاید اکثر شما هم چهارم قاعده رو ندونید. برای مثال if میگیم the last letters are consonant, vowel and consonant, then the last consonant and the last consonant is doubled. خب doubled tak برگه بخواهیم if the last letter are consonant, vowel, consonant, then the last consonant is doubled and خب ed is added. یعنی is added گفتم یعنی به منظور که در فعل ما چی اضافه میشه. خب مثال is added to the verb.
خب میگه که اگر فعلی ما آخر حرفایش میگه اگر کانسونانت باشه، واول باشه و کانسونانت آخری سه حرفش میگه منظور دارد. برای مثال for example میگه اگر واول میگه تا حرف کانسونانت باشه یک تا دیگهش واول باشه یک تا دیگهش باز کانسونانت باشه، میگه اگر میگه آخران حرف کانسونانت ها میگه is doubled چی میشود؟ دت میشود میگه و ed is added، یعنی میگه با همون ed ما چی اضافه میشود. برای مثال I dropped. فهمید دوستان؟ مثال شاپ اگر بدون خریدن نوخی چرا I shop دیدین که اری ما کانسونانت های، آی ما واول های و پی ما چی کانسونانت های، یعنی همصدا صداناک همصدا میگه اگر بیا در آخر فعل هم میگه آخران حرفی همصدا تو میگه دتا میشود و ایدی چی اضافه میشود. مثل شاپد آی آی شاپد. فهمیدیم دوستان؟ اینش یک طرز دیگری ما. خب یا اینکه مثلا she step اگر زمانی گذشته she steps دوستان دیگه شاوشده کارتا کلا کردن کسی she stepped. خب دوستان اینها بود درس ما و irregular verb هم بیا دوستان بگیم. مثالتون بیارم یک دوتا irregular verbs چه میشه؟ برای مثال ما اگر در regular verb گفتیم که مثلا I نمیدونم چی بگیم look اگر بگیم مثلا من نگاه میکنم و اگر بگیم من نگاه کردم I looked. خب این regular verb ما است. این یعنی regular بگیم من خیر regular reg منرسیم یعنی که بیانشن regular منرسیم یعنی این regular بود و irregular verb یعنی قاعده را کمتر ایدی نمیگیرند، قاعده را ویران میکنند، یعنی برای هم فعلی نادرست چی میگیم. خب یا در اینجا بگذارم ایده. خب irregular verbs خب برای مثال چی بگیم؟ I go مثلا I go اگر بگه زمانی گذشته I went. خب دیدن یعنی go مثال نشید که برای مثال go'd یا گام خیلی یعنی قاعده را چی کرد؟ ویران کرد. یا اینکه مثلا I think مثلا I thought یا اینکه مثلا she buy خریده مثلا she bought. خب دوستان این بود irregular verb بای ما است که فعل را یعنی چیز قاعده دیگر خم می شود، تماما یعنی دیگر خم می شود. خب دوستان این بود یک ویدیویی ما که امیدوارم که اگر قاعده خوب است کرده باشه و این یک درس هم خیلی بگیم مثال از بیکاری کردیم و هر هنگامی که خواستین گراماتیک را سر کردیم مطمئن باشید که خوبتر برای شما و بهترین با ترجمه هایش به همش به شما درس میدیم. خب وقتی که اگر ما زبان انگلیسی نیز خواستیم درس بدیم با زبان انگلیسی درس میدیم حتما تصمیم من همین خیلی است که با زبان انگلیسی شاید که در تاش تاجیکیش هم بنویسیم، اما این برای شما کمک میکند وقتی که خوانید، برای که وقتی که خواستید که اگر اون گراماتیک را انگلیسی را تماشا کنید میتونید دیگر با زبان انگلیسی جستجو کنید، دیگر از کانال ما تماشا نکنید، از کانال یک انگلیسی تازه تماشا کنید. خب دوستان تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشید.